مطلب مال همون چند سال قبل همینطوری که نوشته بودن. قبل از این که به این نکات این جملاتشون بکنم، به این نکات بپردازم، الان به ذهنم رسید نیمه شعبانی بود داشت سخنرانی می‌کردشون، طلابم بودن. خوابی را که در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی دیدم نقل کنم، گرچه خواب حجت این باشد ولی این خواب با استنباطم تطبیق می‌کند، با استنباط خیلی تطبیق می‌کنه. آذربایجان غربی رفتم خود یکی از آقایون علما بودن ائمه جمعه، یکی از علمای سلماس اومد پیش من گفت اول انقلاب علامه طباطبایی رو دیدم در مرکز قم کنار میدان شهدا داشت میرفت خدمت امام، خانه امام. بهش گفتم آقا این انقلاب رو چطور می‌بینی؟ علامه طباطبایی فرمود این انقلاب متصل میشد به انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام. علامه طباطبایی روزهای اول انقلاب که امام به قم آمده بودند و چند روز از آمدنشان نمی‌گذشت در عالم رویات دیدمشان. در آن حال همین مطلب را خدمت ایشون عرض کردم که استنباط من این است که ظهور امام زمان نزدیک است. ایشان به شدت گریه کردند از شوق چنین روزی و سرشان را به علامت تایید مطلب من تکان دادند. تعدادی از اهل معرفت هم همین واقعیت را تایید می‌کنند. حتی یکی از دوستان حضرت امام که چند ماه پیش خدمت رهبر انقلاب حضرت آیت الله العظما امام خامنه‌ای حفظه الله مطلبی رو در این رابطه با آقا فرموده بودن. آقا به من، یعنی به ریشهری، آقای ریشهری فرمودن آقای ریشهری ایشون آمد پیش من و گفت آقای سید علی. حالا دیگه من از کلام آقا دارم، اینجا جالبه، مولا درز این کلام نمیره، صحت این کلام، اتقان این کلام. سید علی به نه این جالبه، ناقل این کلام خود آقاست. با یک واسطه به شما عرض میکنم آقای سید علی عزیز در زمان رهبری تو حجت ابن الحسن العسکری ظهور خواهد کرد. دختر دانشجو گفت اگر کسی دیدید از بیت آقا میگید من خواب دیدم آقا فرموده ما سید علی رو تنها نمیگذاریم. گفت در نمایشگاه کتاب جناب آقای محمدی گلپایگانی رو دیدم، صدا کردم ایشونو، رسیدم بهشون گفتم حقیقتا چون دختر دانشجوی کلاس من اینو گفته بود به شما گفته باشم. ایشون لبخندی زد گفت خیلی ممنون. بارها و بارها این پیام به ما رسیده از افراد مختلف که در خواب و مکاشفه امام زمان علیه السلام رو زیارت میکنن، آقا پیام میدن که ما سید علی رو تنها نخواهیم گذاشت. عزیزان اهل بصیرت چیزایی میفهمند که دیگران نمیفهمند. جناب آقای رودکی که الان نماینده مجلس هستن، ایشون میفرمود خود این حقیقت رو شنیدم، میفرمود یک زمانی با فرماندهان سپاه رفتیم خدمت از آیت الله العظما عراقی شیخ الفقها. ایشون این جمله رو گفت که مردم آمریکا زودتر از بقیه سایر ملل به قدرت مافوق بشری حجت ابن الحسن پی خواهند برد. کجا رو میدیدیم؟ من از چی صحبت میکرده؟ من نمیفهمم. البته تلیهش مشخص شده ها. هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظر است. عشق بازی دیگر و نفس پرستی دیگر است. نه هر آنچه چشم بیند سیاه است سپید، یا سپیدی ز سیاهی بشناسد بصر است. یک کسی باید این جملات رو بگه که میبینه. این روزگار قدرت نمایی خدای متعال است و حضور جمهوری اسلامی ایران در این منطقه از جهان مبدئی برای حوادث باور نکردنی در سراسر عالم است. منتظر باشید. صحبت آقاست، فرمایشات آقا 15/1/81 در دیدار با سید حسن نصرالله. زمانی رو به سید حسن نصرالله گفتن آقا که سید حسن نصرالله باور نمی‌کرد اینطور مفتضحانه ارتش اسرائیل از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه. بعد آقا فرمودن علی‌رغم همه تبلیغات دشمن و دشمنان آینده را روشن می‌بینی. حقیقتا امروز احساس می‌کنیم که وعده‌های الهی در حال تحقق یافتن است. ما باید خود را آماده نگه داریم. آقا از کجا صحبت می‌کردن که می‌فرمود جوان‌ها غلبه دوران، این تعبیر آقاست، جوان‌ها این دوران غلبه ارزش‌های معنوی است. بعد آقا فرمود جوان‌های ما که حتما این دوران رو می‌بینن. یعنی چی؟ از چی داری آقا صحبت می‌کنی؟ آقا برای مخاطبین فهیمی همچون شما صحبت می‌کنی که اشاره ها رو می‌گیرن، یک فیهم الاشاره دقت می‌کنی؟ خب حالا ما گناه کردیم اگر بیایم بگیم یا آقای پیش‌بینی کرده بود، پیشگویی کرده بود؟ نه.
ما خطا کردیم اگر بگیم یه آقای قبل از انقلاب سنه 1350 سری پیشگویی کرده بود. این پیشگویی که پس از دیگری به منصه ظهور رسید، الان اگه من این رو شما بگم گناه کردم؟ نه. من اگر بیام به شما وقتی برای ظهور قرار بدم اشتباه کردم، به خطا رفتم. متاسفانه ایلام دکون باز میکنن. اخیراً دیدم یک جزوی رو به من دادن از بابایی که تو تهران جلسه تدریسی گذاشته، یه جوان بزرگوار میگفت عجب صحبت‌هایی از خدا پیر و پیغمبر. من بهش گفتم جزوات بده. من یه تورق کردم دیدم هیچ نامی از امام و سید علی و انقلاب و شهدا نیست. بهش گفتم این دکون باز کرده. چند روز بعدش هم دیدم گندش در اومد. اون دکون باز کرده. شما نمیتونی از امام زمان صحبت کنی از نائبش صحبت نکنی، و نمیتونی از امام زمان صحبت کنی و هر دقیقه ادعای رؤیت آقا و ملاقات با آقا بکنی. من کسی رو سراغ ندارم در زمان حیاتش الا الشخص من ندر ادعای زیارت حجت ابن الحسن کرده باشه، و حالی که بارها منظر امام زمان علیه السلام رسیده بودن و بعد از رحلتشون مثلا بعد از افراد متوجه شدن. گناه نکردی، پس اشکال نداره، اصلا خوبه. به چه شرطی؟ به شرطی این که در جای خودش اینا رو استفاده کنیم. اینا تأییداتن، دل رو صفا میده، انسان رو امیدوار میکنه. حالا بگو ببینم یکی از این پیشگویی رو چی میخوای بگی؟ سال 1375 روحانی بزرگواری است در یکی از استانها جلسه یک سخنرانی پیرامون شخصیت آقا. وقتی صحبتای من تموم شد آمد، آقایان روحانیون بودن در این جلسه، آمد محضرشون رسیدم، اعتراض کرد به من، گفت شما اجازه میدید یک جمله ما میگفتیم. گفتم میگفتید؟ من نگفتم نگید. حالا چی بوده با خودم بگو. گفت این چیزایی که شما نشنیدید همه رو نقل کردید، ولی من این چیزو خودم برخورد کردم. گفتم خب بگو، من آتش شنیدن دارم. گفت 12 ساله بودم 1350 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در روستای کریشانس بالاتر از سراح خرمشهر اهواز در حاشیه اهواز زندگی میکردم. اصلا اهل بروجن بودیم، همراه با عربهای اون منطقه ساکن در یک جا شده بودیم. کودک نوجوانی بودم 12 ساله. پیرمردا بعد از بزرگسالای روستا دور هم نشسته بودن. شبیه یک آقایی که واعظم بود ظاهرا از یک از استان‌ها آمده بود، محفلی بود، من هم گوش میدادم. دیدم رو کرد به این جمعیت، گفت که میخواید یه سری پیشگویی براتون بکنم؟ گفتن بگو. گفت آقایون، ایشون میگفت اولین بار بود من نوجوان 12 ساله، روحانی بزرگوار میگفت به عنوان یک نوجوان 12 ساله اولین بار بود نام امام به گوشم آشنا میشد. گفت ایشون در اومد به اون جمع گفت و منم گوش میدادم که آقایون این آقای خمینی که در تبعید به سر میبره، ایشون میاد و عنقریب پهلوی رو سرنگون میکنه، حکومت اسلامی برپا میکنه. بازم بگم؟ گفتن بازم بگو. گفت بعد از مدتی عراق به این کشور یعنی ایران حمله میکنه. بازم بگم؟ بهش گفتن خب بگو دیگه. گفت تا همینجا دستش زد به زمین کریشانس کنار نورد، گفت تا اینجا پیشروی میکنه، تا این نزدیک شما میاد. راست میگه، خط مقدم عراق در جبهه اهواز کنار همین روستای کریشانس. درسته؟ بس دوستانی که با اونجا آشنا هستن اینجا. بازم بگم؟ گفتن بگو. گفت بعد از مدتی آیت الله یعنی امام فوت میکنه. میگم من نوجوان 10-12 ساله سنه 1350 گوش میدادم فقط. بگم بعدش چی میشه؟ گفتن بگو. گفت بعد از رفتن آیت الله امام سید دیگری میاد که آمدن اون سید آغاز ظهور امام زمان علیه السلام و صلات بعد ایشون اینا رو به من گفت. چند ماه گذشت دوباره این حاج آقای بزرگوار رو من دیدم، من صدا کرد گفت فلان. گفتم چی گفت؟ چیز عجیب بهت بگم در تکمیل اون صحبتایی که چند ماه قبل گفتم چی شده بگو. 75 اوایل هفته روجن یک پیرمرد 70-80 ساله از بستگانمون صحبت میشه، بعد همینا رو با ایشون گفتم. این پیرمرد با تعجب من گفت که چیز جدیدی به من نگفتی. من اینا رو قبلا هم شنیده بودم، سالهای قبل، شاید سنه 1322
30 سال قبل از اینکه تو بشنوی. شاید در اتمام صحبتم اینجا اشاره بکنه. من بهشون گفتم آقای فلانی، حاج آقای عزیز، پیرمرد وقتی از این سوال کردی که شنیده حرفاش با تو یکی بود یا اضافاتی داشت؟ گفت 2 جاش اضافه بود. گفتم کجاش؟ گفت این پیرمرد به من گفت سید اول رحلت میکنه، سید دوم میاد، در زمان صدارت و رهبری سید دوم طولانی تره، در زمان رهبری سید دوم فتنه های بزرگی رخ خواهد داد. 75 نه قتل زنجیره‌ای بود، نه فتنه اصفهان بود، نه فتنه 18 تیر، نه فتنه ها و فتنه های مکرر بود اندر مکرر، نه فتنه امپیتی بود، نه فتنه های دیگر. گفت این پیرمرد 75 اینو به من گفت این پیرمرد به من گفت در زمان سید دوم فتنه های بزرگی رخ خواهد داد که این سید با اقتدار بر همه غلبه میکنه بر این فتنه ها و انقلاب رو با دستان مبارکش به ید بابرکت و مبارک حجت بن الحسن میسپاره. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما.